سلام بچه، چطورید؟ من سرون 90 هستم و امروز اومدم با یه ویدیو دیگه از کلاش آف کلنز پارت دومه. نه کلاش آف کلنز نه، کلاش رویال. یه چیزی بس ببینم پشمام. من یه چیزی که دیدم این مجموعه رو خیلی ها استفاده میکنن و الان من داده اصلا خیلی سوال شد چطوری و دارمش. من الان اینو با فکر نمیم همینا رو فکر کنم دارم. کلم انسانی یه چیک بزنیم. خب پولیم چیزی بهمون نمیده. اینم گالم، اینم خوبه. پکام لول بعدیشو باز کردیم، خوبه. اینم بده. من یه چیزی چک کنم، صدامم میاد الان. این موسل لول اینو که لول کنیم اول. خیلی خوب. بعد این من دیگاده من گرفتم. خوب لول بعدی این هم بیرون چست. کلی چیز باز کردم. من واقعا از این استفاده میکنم. کوبوش من از این واقعا استفاده میکنم به جای این. به نظرم خیلی اینا به درد بخوره. من قبلا خیلی ازش استفاده میکردم. و این هم لول آپ بزن. من بگید دستت از این روزانه ببینم چی آورده. حماسی اینو بده. من همه چیز اینجا رو میخرم که لول داشته باشم. چیز کو اینم از این لول 6. بریم یه مچ بزنیم، یه مچ هم استراتژیک هم بزنیم بعدش. خب آقا وای میستم شروع کنه که یه اول اینو بندازم. زدی اوکی. یه دونه نقطه اینجا میندازم، یه ارتش اینجا میندازم. میدونم خیلی بد کار کردم. من والکری رو بندازم. چطوری این چیزش لول 13 جادوگرش چطوری اصلا ممکن نی؟ پکاش چطوری لول 13؟ این اصلا امکان نداره. این اصلا امکان نداره. عجیبه، شهر عجیبه. اینو من بده. خب من یه دونه اینو میندازم با یه دونه از این. الان یه دونه والکری میندازم. بچه انداختم مونتا.
من خیلی بد جا انداختم واقعا. من هوایی زیاد ندارم و این یه دونه اسکلت سنگی رو میندازیم اینجا. لول 10 مینی پکا رو چطوری گرفتی؟ خب چی میندازی؟ یه دونه اوکرایدر انداختی. خب یه دونه والکری میندازیم این جلو که اگر چیزی شد اول والکریمونو بزنه. بعدش همینو میندازیم. یه دونه ارتش هم میندازیم اینجا. خب تو اینو زدی، منم اینو میزنم الان. خب اینش هم زدم. این از من چه اول وین گرفتنمون. خوب بازی کردی واقعا. خب لول بنازم اینم بده. تو یوتیوبرها اینو دیدم خیلی زیاد استفاده میکنن. اطلاعات بانک یه ذره دیر میزنه ولی دمیجش هم بالاست. خب یه دونه دیگه بزنیم. خب من میگم برای شروع یه دونه اسکلت بندازیم. خوش فهمیدیم قوی داشت. ما شاه واو. تو با همه چیز منو میخوای بزنی درسته؟ خب بزن اینو دیگه. داشت این نامردیه شما اینو لول 11 دارید. من تازه به لول 9 رسیدم. واسه اینکه اینو زودتر بزنه اینو انداختم. ولی شاه بربر هم میندازم. شاه بربر واو. اینقدر کلش بازی کردم دارم هی میگم شاه بربر. خب اینو ما هم زدیم. امیدوارم تا اینا میان پرشه. داداش نمیشه، نمیتونی همچین حرکتی غیر قابل انجامه. غیر قابل انجامه این حرکت. بابا این غیر قابل انجامه. نمیتونید. من نمیفهمم به اینا چی میده به من چی میده. دارم فشار میخورم. بعد دارم فشار میخورم. یه مچ کلم بردم.
2 مچ ولی باختم. یه 3 تا از این میندازم. حالا که حواست پرته یه ارتش میندازم بالا سرت. یه دونه هم اسکلت سنگی میندازم. اسکلت سنگی چیه؟ خب یکی به من بگه تو چت اسکلت سنگی چیه؟ من یهو از خودم در بردم. دهنشو. همچین چیزی امکان نداره. من همون چیز قبلیه رو برمیدارم. واقعا این ضعیفه. یش بربر رو انداز اینجا. بابا نمیتونی همچین حرکتی انجام بدی. نگاه کن تو لیول های ماله اینا نگاه بعد اون وقت لیول های منم ببین. من ترکیب بلد نیستم بچینم اینا ترکیب بلدم بچینن. ناراحتم میکنه. چی بردارم؟ اینو بده مثلا جای این. ببینیم چه تغییر میکنه. بچه اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید و ساب کنید. بابا به این هی داره پر میشه اکسیراش.
الان از این برفی ها میندازه. حالا ببین. بله، چیزی که میندازه. اینو نگاه کن. آخه چطوری ممکنه از اینا داشته باشی؟ همچین چیزی امکان نداره. تو این تانحال تانحال واو دوباره گفتم تانحال. مثل چیته انگار همچین حرکتی. خب من همچین جایی نمیخواستم اینو بندازم. زدم شیبل. وینو گرفتم. خب بچه‌ها یه اسکین کریسمسی هم توی این بخش بود. امیدوارم گرفته باشیدش. مثلا که فکر کنم $23 پولش بود. اینو میگم. تو این بخش بودش. این بالاها بود و میتونستیدش با 500 تا جم بگیریدش. ولی قبلش چیز بود دیگه. قبلش باید کلی جم بعد $. میدادی. من بربر دارم استفاده نمی کنم. چرا؟ من تو ترکیبم نیست بربر. باید بذارم. فکر کنم هست، نمیدونم. خب ببین مثلا این داره. خب اینو میذاریم. بچه اگر خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید و ساب کنید. خب این واقعا نامردیه. اگر برمیگشت زده بودم. خب یه دونه اینو بده، یه مگانایت، یه دونه این. وای اشتباه گرفتم.
من اشتباه خریدم وای. من یه چیزی واقعا بد خریدم، اشتباه هم خریدم. هنوز تونستم مگانای تمام ببرم لول 2. دفعه بعدی یه پیکا میگیرم. مگانایت همین 1 ثانیه‌ای چطوری گرفتی میشه بدونم؟ مگانایت همینطوری تو 1 ثانیه نمیشه گرفت. خب اینم زدم. خب یه دونه پیکا میگیریم. به نظر من بعدی اینو بگیرم. این مینی پکاشو چطوری تو 3 ثانیه برد لول 3 میشه بدونم؟ خب چطوری تلپورت شد اونجا؟ تلپورت شد مینی. خب اینا که میبرم. یه 3 تا هم به مین بده، اینو میبرم لول 2. واسه اینو بیارم عقب. نه میزنمش. خب زدمش. یه مینی پکا داره لول 3 و این بدترین چیزه. مینی پکا رو نداشت آرومتر بودم، ولی مینی پکا داره. من مینی پکام دمیجش زیاده. مینی پکاشو زدم. خوبیش اینجاست میبازم. باختم با دمیج 1 هنوز تو مسابقه هستم. خب یه دونه پکا هم میداد که لول 2 کنم خوب میشد، ولی نمیده.
امیدوارم ببرم. منظورم اینه، اینو ببرم. به نظرم نمیتونم. خب این واقعا نامردیه. تازه به من پیکار رو داد. این زیاد به دردم نمیخوره. نمیتونم ببرمش فکر کنم. برمش. خیلی ساده. بچه اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید و ساب کنید تا یه ویدیو دیگه. فعلا خداحافظ. اینم باکسرم باز کنید و گلن بریم دیگه. بهمون گل داد، اینم بگیریم تا یه ویدیو دیگه. فعلا خداحافظ.